هزارها از اقوام پر افتخار. سلام و درود، امید که صحتمند و سر حال باشین. اینجا کابل است، دشت برچی که ناحیه 13 و 18 میشه. این تپه را که میبینید، در این تپه مردم صبحکی بعد از نماز صبح برای ورزش میاین. فعلا خو اکثریت رفتن، خودم ماندیم و یک تعداد بالای می تپه هستن. اینمی قسمت هایی که راه چقدر راه نه در این قسمت ها، در این قسمت ها مردم اینمی مسیر را دویش میکنن. اون از اون قسمت ها تو اینمی یک چی هستن، همه دور میزنن. اون قسمت تا او طرف میرن دیگه. یک تعداد باز از اینمی پولوی پایا اینی مسیر را طی کردن و اونو تو دویش میکنن. باز یک تعداد دیگر باز اینی مسیر از این مسیر حرکت کرده با همی سمت بالا میرن دیگه. هزارها از اقوام پر افتخار، اصیل و طرفدار صلح و پیشرفت هستند. جور و صحت و سلامت باشین.